اگه میشد الماس رو فقط با یک نگاه شناسایی کرد، الان همه کارشناس الماس بودن. زیبایی الماس رو همه میبینن، ولی ارزش واقعی اونو فقط یک متخصص میتونه تشخیص بده. سلام و احترام دارم، فرزاد زندی هستم، کارشناس بین المللی سنگ الماس از جی امریکا و HRD بلژیک. یه خبر مهم برای همه عاشقان سنگ‌های قیمتی به ویژه الماس دارم. چهارشنبه 19 آذر ساعت 10 شب یک ورکشاپ عالی و تخصصی برگزار خواهیم کرد. میایم در مورد تشکیل و ساختمان بلوری الماس، در مورد تفاوت‌های رفتارهای نوری در الماس مانند بریلینسی، دیسپرژن، سینتیلیشن، لاستر و در مورد برش صحبت میکنیم و درجه بندی اون، چطور رنگ در الماس به وجود میاد و چطور میتونیم رنگ رو درجه بندی بکنیم و چه تأثیرات ارزشی روی الماس داره. در مورد ناخالصی‌های بیرونی و درونی در اون الماس صحبت میکنیم و چه تأثیری میتونه از لحاظ اقتصادی روی سنگ الماس بذاره. در مورد بازار و تجارت بین المللی که خیلی هم مهمه صحبت خواهیم کرد و در آخر میایم در مورد گزارش آزمایشگاهی الماس یا همون شناسنامه صحبت میکنیم و اونو به صورت بین المللی تحلیل میکنیم. دوستان، برای شرکت و اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام گوهر پارسیان مراجعه بکنید. من جای شما بودم اصلا این ورکشاپ تخصصی از دست نمیدادم. چهارشنبه شب میبینم.